سلام عشقای داداش، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز ما چالش داریم که همه کارتامون نیروهای هوایی باشه. الان اینا همه نیروهای هوایی اند. خب بریم بازی کنیم ببینیم چی پیش میاد. امیدوارم که ببریم. خب حریفمون سطح 10. خیلی خوب. خب برای این از اینا. خب این دوتا اجدا با هم برن با اینا. زدن همه که بچه این حریفمون قویه. بچه حمله نمی کنیم. این اینجا بزنیم. این جلو. اوه چی فرسته این چیزی که فرستاد بچه به نظرم چیز خوبیه، ولی خب تا شلیک کنه اونو باید پرشه، یعنی طول میکشه. اگه بالونمون راش ادامه بره موفق میشه. ای وای یعنی دوتا بزنم به قله. قله ما رو زد. بالون خوب عمل کرد. اینا خوش. خب اینا رو هم بکسیم کاورش. خب این دمیجه بچه اونو شاید بتونیم بزنیم. این 108ش تموم. خب الان اینو بفرستیم. یکم داره البته اینم نیروی خوش شد دیگه. اینو بفرستیم اینو سری بیاد. خب اینو بچه هم ای بابا. خب این بزنیم یکم درگیر ذره دانه بودی زدیمشونه. یا 60 آخر نه اینو زدیم بچه. این چرت پرت فرست میزنیم. رسید تمام دیدید. از این ورم دانه خیلی خوب برید. نیمه بفرستیم بزنید. همین قلعه ما رو زده. بزن تو رو خدا اجدا بزن. عالی اجدا از این. اوه بزنید بدبخت شدید. وای زدم نمیتونیم بچه ما هرچی داریم نیرو هواییه. خب این گله نمیه اصلا نه بابا نمیتونیم. بچه ها باختیم. این چه ترکیبه خدا. خب حالا ما ترکیب اصلی خودمون باز کنیم این دفعه. اینا همه رو بندازیم. بچه این مینیه خیلی قویه. اینجا نبینیم به هیکلش ها. واقعا بازش قویه. خب این الان اینجا بود. بعد این ترکیب خودمون بیارم. این بود. بعد بچه دیگه کیا بود؟ نه این بود. این اینها بودن. بعد دیگه چی بود بچه ها؟ همینا بودن. نه اینم بود. بعد این بمبه بود. دیگه چی بود؟ یک چیز کمه. اینها فهمید. والکری پیدا کنید. این خب اینجا ترکیب خودمون با این باید کنیم جبران کنیم. ما باختیم. امیدوارم که بتونیم. خیلی خوب. خب ساحره رو بفرستیم. اینجا بفرستیم.
سوار سری برو پشت اینم میره هوایی. بچه یه غلطی زدیم یه غلطی رو خیلی راحت زدیم. این میلی نگاه کنیم چی دمونجا میگه، یک دیگه دو تا دیگه بزنه. دیدید قلعه دومشون زدیم، قلعه سومشون دمونج بعدی. اینو از این ور بفرستیم. اصلا باختیم. من با ترتیب اصلا دارم میگذارم تا این چیز برسه ما بردیم. با ترکیب اصلی برم من میبرم، ولی با ترکیب همه نیروهای هوایی نمیتونم. بچه لطفا از کانال من حمایت کنید و کانال من ساب کنید و داخل کامنت ها نظری که دوست دارید بگید و میتونید بگید که چه چالشی بذارم تا من همون چالش رو براتون بذارم. دم همتون گرم. مشکین.